امان اوه امیر رفته بود خواهیم دستم با کن کجا؟ چرا دوربین اینجا؟ جوون خوبیه بله اما سب کن دوربین برامون گذاشتن آی بابا یه با کن شما کجا بودون که اومدین اینجا؟ من بیرون بودم تو باشگاه بودم یهو کیفو چیه؟ احمد این چیه؟ اوی امیر ببینم این چیه امیر نوشته با اینکه از شما خوشم نمیاد ولی براتون یه کوله پشتی با تجهیزات کامل گذاشتم. تنها کاری که باید بکنین اینه که از این جنگل خودتون رو نجات بدین وگرنه تا شب گرازا بهتون نفوذ میکنن از طرف کچل دوست داشتنی. ای تو کله کش نکن کار حالا هیپاپولوژیسته. مازندران دیریل میاد لندنی اومد و لازم میشده خطری. کچلای دوست داشتنی زیادن. آموجانی هم کچله دوست داشتنی. امیر دستتو باز کردی. اینا میگه ما باز. اینا میگی دوربینو بگیر ما دستمون رو باز کنیم. بیا اول این مال من بگی. بچا من نگم شب بشه گرازا بهمون نفوذ میکنن. شو میشه شاید 2 ساعت دیگه هوا تاریک بشه اصلا. کوله پشتی بینم چی توشه. بده امیر بده. تجهیزات کامل برد. امیر لاشی اینجا ما هممون گیر کردیم دیگه لاشی باز اینجا جواب نمیده. کامل این چی توشه؟ خب خالی بی. تجهیزات کامل واو آب معدنیه سبدر 1 نفره. حالا نمیشد یه آب معدنی بزرگی بگیری حاجی کنسرو لوبیا به ولی این با یه قاشق رو کوله بپزیمه چون خیلی خاطه حاجی با یه قاشق توشه. اینجا اینه یه فند چقدر طرف دست و دل باز بوده که تجهیزات کامل. من طبق تجربیاتی که از گم شدن دارم حاجی اینا رو نگاه چند بار گم شدی؟ تا حالا گم نشدم. اینا چیه؟ گذاری کرده اینا تو من بزن پس کوله دی کیفه. اینا در زمان سرخپوستای باستان برای علامت گذاری استفاده می شده. دستش داده خرابش نکن این مسیر به ما نشون میده. باید بریم توی مرتفع ترین نقطه تا مسیر خودمون پیدا کنیم. اونجا باد از این برای پس مرتفع ترینشی بره. دارن زاویه رو به ما نشون میدن به سمت باد. ما باید خودمون رو به کائنات بسپاریم. پس باید بریم این ور. امیر کجا بودی اینقدر تیپ زده بودی؟ من خب باشگاه بودم. تو کجا بودی؟ با این استایلو گرفته و بردتت. منم یه جای خوبی بودم. عجب هوای خوبی. خب اصلا کجاییم؟ خب مشکل اوکی هوا خوبه الان کجاییم؟ حاجی درختی که تام و جری اومد لاش باز شد. صدای موتور میاد. صدای موتور میاد. پس در نتیجه ما نزدیک به جاده اصلی باید باشیم وقتی صدای موتور. اما احمد رفت زیر گل. وایسا دوستان توجه دارید که داره شب میشه؟ بله. حاجی قارچ. این دیگه قارچه. این قارچه سگیه. خب از اونا که بخوری درجا میمیری. باید برای آذوقه من باره آمو میگم قارچ سگیه. یه لوبیا با قارچمون نشه. کسکش. بلکه بابا این قارچه ها رو میشه خورد. چی میشه؟ آم قارچ سگیه. حالا ما میخورم. من میگم باید حرکت کنیم به همین. حاجی نظرتونه من یه کار خفن میخوام انجام بدم. چه کاری؟ کار شما اینجا خواهی بری بشاشی بیای. امیر دقیقی 90 گیش میگیره. یه کار خفن میخوام انجام بدم. آجور ساخت و ساد مکنم حاجی لور لاشید خودمون لوریم. من خواهم از قدرت کائنات و طبیعت برای
پیدا کردن مسیر استفاده کنم. به 2 تا چوغ نیاز داریم. امیر عزیزم گم بشی دیگه گم شدی یا چوغاش همش خار داره. یا بابا انگشتات رد آبی کن. این سراحه گیر کرده این. سلام نگاه دوستان، یه روش باستانی برای پیدا کردن آبه و هر جا آب باشه آبادی هم هست. روش استفادهش هم اینجوریه که باید بگیری دستت و نگاه الان خوش داری میری. میبینی؟ یعنی میگه باید بری وقتی اینجوری بره یعنی که اشتباه. من شاش دارم فقط. برو بشاش. خوبی؟ آی بابا از اولش تا الان شاشت میاد. برو بشاش. سیستم مسیریابیمون نرین. بچه‌ها اینجا جای خوردن شهاب سنگه. جلومونو چه منظری. حاجی شهاب سنگ. شهاب سنگ اینجا خورده. همون شهاب سنگی که دایناسورها باش منقرض شدن دقیقاً توی قسمت. امیر کوچولو هم باش منقرض نمیشه، چه برسه دایناسور. امیر کوچولو خیلی وقت منقرض شد. آقا با طبیعت مهربان باشید. بیا داداش، بیا جان، بیا. مسیریابی هر سمتی که امیر کوچولو رفت همون سمت میریم. به من اعتماد کنین دوستان، کائنات میگن باید بریم اونور. نگاه همین نکن، انگلشون نده، ما الان خودمون گیر کردیم اینجا. همین مورچه‌اشو میاد کنه میذاره. این مسیر رو میبینی که انگار تازه به نظر میاد یه ماشین عروش رد شد. کجا تازه به نظر میاد ماشین عروش رد؟ والا فکر نکنم. این مال 10 سال پیشه. ابرا رو بگی. واو خدایا شکرت. بی‌نظیر. گم شدیم. بی‌نظیر. میدونی وقتی شب بشه اولین نفری که کونش پاره میشه تویی؟ چرا؟ چون تو زودتر از همه خواهی میکنی. آجی من همیشه کوچیک بودم فکر کنم این بی‌ناموسا جوجه تیغیه. اینا امیر. آره. پیشاک بچه. به غذای بابک و احمد هم جور شد. حیف که بوام با بواد یکیه. دورنه. اگه یه فوشید میدادم. یه گیاهیه که اسمش نمیدونم ولی شیره به شدت قوی و خطرناکی داره. شما Hey. YouTube, this is my brother and this is joke. امیر بخواب تو اینا، خیلی حال میده. خیلی. چی بره تو گوشم میمیرم. امیر همینجا بخواب. مسیر درسته. ما چقدر ماسمون رو که داریم خودمون میسپاریم به این امیر. تویی که میگی بیاین رفیق، تو مطمئنی؟ حاجی چیه؟ کنده دار. امیر 500 میدم همین الان. 500 نمیارزه. نه نمیاد. نمیارزه. 100 میلیون هم نمیشه، بخوایم نمیشه. 5 میلیون. واو. او مای گاد. خدای من. آفتاب به من. چقدر اینجا قشنگه. چقدر اینجا کیویه. چیه؟ هر 2 قدمی که میریم امیر میکنه تو. آرزو میکنم یا آرزو کنم همین الان راهو پیدا کنید. خیلی تاثیرگذار بود واقعا. امیر این امیر بذار اینا باید درست برنامه‌ریزی کنیم براشون. شاید گم شدیم. آب یخ. به هرگی یه قلوب. میریم اگر آبادی چیزی ندیدیم به نظرم یه خونه درست کنیم با همین چوبا. خونه درست کنیم. آره. من بچه‌ام میخوام فداکاری کنم. الان میرم بالا. زودتر همتون خبری بود میکشم. بالاترین نقطه‌اش همین. برو بالا. امیر وایس با هم بریم. امیر شوتی. احمد تقصیر کی بود دیوار گرفت؟ کچل دوست داشتن یکی میشناخت. یوتیوبر کچل داریم. درمون گذاشت. فکر کنم درمون گذاشتن ولمون کرد. چی؟ پرنده. سکوت کن. اصل. به خدا کندوه. اینا زنبوراش میبینی او بالا؟ این زنبورا کندوش کجا؟ وای. کندوش کجا؟ حاجی جلو چشمونه ها.
آجی خیلی حالا باشه هم خیلی بالا ولش کنسل. احمد احساس نمی‌کنی داریم برمیگردیم همون جایی که بودیم؟ نه با ما از او برمیگردیم. آتش چوب جمع باید یه کنیم. چاله بکنیم. حاجی کسخلا صدای موتور بوغ میاد. میخوام بدونم تا ننت سرخ پوست بیده بوات سرخ پوست بیده میخوای بوی علامت درست کنی. من گاشتم داره شارژم تمام میشه الان میافتم. آره مناسبه خوبه عمقش هم خوبه چون میخوایم باد میاد. برای من اگه میتونی عمقش دمتم گرم یکم بیشتر. امیر میخوایم توی آتیش درست کنیم رفیق نمیخوایم که به نظر تو اولین مرحله ای که آدم توی جنگل بدون آب و غذا حداقل ما یه بطری آب و یه کنسرو لوبیا داریم گیر بکنه باید چیکار بکنه برای سروایو کردن؟ به نظر من برای سروایو کردن اولین کاری که باید کنین باید برای خودتون استاد سوراخ‌های عمیق بزرگترین سوراخ‌های خاورمیانه بابا امیر بابا امیر میخوایم توی آتیش درست چون طبیعت رو دوست داریم فقط چوب‌های خشک درخت رو می‌کنیم. آجی چوبش چیزه ها چوبش آتیش. آقا نیاز نیست یه قد چوب بزرگی بکنی. بعضی وقتا نیاز نیست زور بزنید فقط باید از مغزتون استفاده کنید که تو نکردی. امیر چوب بردار من دستمو به چوب آغوشه نمی‌کنم. چوب بردار امیر الان داره شب میشه. همین چوبا رو یکی یکی فرو نکردم به تحت کنسول من قول میدم که از اینجا جون سالم به در ببری. فکر نکنم. امیر فندک بله خدا امیر تو درد سری امیر سروایور نه بگو امیر اگرم بخوایم جون سالم به در ببریم به حضور ایپوفیوز میذارن برای ما امیرم فیلمشو میگیره همینجوری مستقیم صاف ظرافتیان بریز روش بریز روش من که بعید میدونم. نه چرا ریز بریزیم روش احتمالاً یکم از اینا هم بریز روش. یه لوبیایی بزنیم و کم آبی هم بده من. جرعه آب می نوشم اول. میگم اون زیرش آتیش فکر نکنم بگیره ها دوستان. همین یه کاغذ تو بچپون زیرش بعد آتیشش بزن. بعد آتیش. یه کاغذ بده با همین. آقای داریم بستر برای گرازا گرم میکنیم قشنگ گوشت گرم بذارم. امیر یه رقص آتش که با کائنات در ارتباط باشیم و بتونیم مسیر رو پیدا کنیم برامون برو گرمش کنی. نه امیر آب بریزیم روش. احمد بنداز کیفم سازوندی لاشید تو فقط عامل بگاهی پی در پی. ما نه ست قشنگ میذاشی. گفتم پوکید قضاون پوکید بریز رو. آب نداریم کسخل آب نداریم بلش کن نه بلش کن بابا درستش میکنی بله اجازه بده پسر آرامش خود حفظ کن. همش ریخ اونجا. اما گفتم میپوکی این دیگه کارش تمومه. ما بازش که بخوریم. نه بچه ها ولش کن. نرید امیر جنگل به گاه میکشی نکن. من که هشدار خودم دادم گفتم میپوکی گوش نکرد. به لوبیای آتشی واقعا دوستان نظرتون چی داره هوا تاریک میشه تاریکی هوا گرازا و نفوذمون میکنن همکاری لایقاشمون موج میزنه قشنگ. یعنی امیر ولی بشوخی عجب چیزی لاشی ترین آدمه. راستی چهارشنبه سوری ما نگرفتیم برو کنار. ما اینجا لوبیا انتحاری نکردیم. حاجی بچه شما ببینید اونجا تاریک بود. میزان امیر دکلو میبینی امیر همون تو من خواستم زودتر باید به سبک باز کوی بری نگاه کن این باز کوی این مدلی میره رفیق. آقا من کفشم جردن یا همون من جردن. نه خب 3 وایسا من آپاندیس میگم 2 1 امیر باز کوهی امیر رسی بدبخت الان درسم
برات میزنم. بوتل توسو الان فصلش تا در اومدن نگاه. گوته؟ شوتی هم هست. من جاده یه گچ ساران و اصلو شوتی میره. زندن اصلا؟ الان نگاه شاستش میده بالا. برازم پنوماتیکه. پنوماتیک داره سی؟ میخوام زیباترت کنم بایستا. میبینی که هوا داره تاریک میشه عزیزم. مهم نیست عزیزم، یه خوابی هم میزنیم پیش مارمارا و عقربا. تو تا حالا مار از نزدیک دیدی بفهم چقدر درازه؟ اسکل من مار خریدم، استوریش هم کردم. اسکل من همین الان یه ماری همراهم داره. اونجا گشنمون بود، بعدم درخت خدا خوب کرده همه جا زیاد الان. حاجی باز ما اصلا می‌خواستیم یه درخت. حاجی اون درخت هم نیست کور میکرد. آره. ای وای. نه. آره. درخت ببینم. نه این شبیه اونه. اسکلی هم درخت هم که اومده بود. این درختو افتاده بود اینجوری. بچه دوباره اومدیم جایی که اول ازش اومده بودیم. تو یه لوپ بی‌نهایت گیر کردی. باز یکی از اونا. حاجی فکر کنم این همون. نه این که نبوده قطعا. ها بوده. درختی که ازش. نه آره شبیه همین بوده. نه این نبوده آقا، ریدم تو خودم یه لحظه گفتم او کنده اون نیست که امیر گفتیم. بابا همونه. بچه ها دیگه مسیر داریم عزیزم، اینها همینو بگیریم بریم. خب بچه ها دیگه وقتی به این کت و کثافت ها نزدیک میشیم بدونین که به آدما هم داریم نزدیک میشیم، یعنی نشونه آدما همین آتش‌خاله است. چرا ماشین دیدم؟ بالاخره داریم نجات پیدا میکنیم. خدای شکر از دست امیر الان نجات پیدا اون ماشین نه جاده اصلی. دوستان تبریک میگم، ما تونستیم ولی اینجا قبل اینکه هوا تاریک بشه جاده رسیدیم به جاده ناموسن. اما پشت ماشین میاد. امیر گرازا هم تونستیم با موفقیت پشت حالا ماشین اصلا رد میشه از اینجا. مستقیم همونجا منتظر مسافر راهنما میذاره. بیا پای. خدا خیرت بده. آجی این ماشینو بهتر بوده. ای وای. اما این ماشینو بهتر بوده. بریم سمت خونه. این کجا میدونه خونه کجا؟ ما رو ببر. دمت گرم. موفق شدیم دوستان. بچه‌ها خسته نباشین. لایک ساکت. لایک ساکت. نتیجه میگیریم که هیچ وقت با آدم کچل نه به امیر اعتماد نکنید. من راهتون پیدا کردم. خیلی دوستتون داریم. خیلی دوستتون داریم. لایک سابسکرایب یادتون نره. اگه دوست دارین سری بعد گرازا به امیر نفوذ کنن تو کامنت ها بهمون بگید. اگه دوست داشتین به احمد نفوذ کنن نفری یه قلب نارنجی زنگوله هم بزنین یادتون نره. بوست رو همتون بای بای.